سلام بچه‌ها، امیدوارم صحبتتون خوب باشه، جور صحتمند باشید. امروز اومدم با یک ویدیو که قراره با بقیه ویدیو فرق داشته باشه. طبیعتا موزیک ویدیو نیست. I'm just kidding. تو این ویدیو قراره یکم روشن کنم که چه اتفاقی داخل ترابل میکر، موزیک ویدیو ترابل میکر داره میفته و اینکه اصلا چرا ترابل میکر شد اسم موزیک و از کجا الهام گرفته شده و یه سری کارا رو کیا انجام دادن. کلا روشن سازی کنم چون خیلی جا دیدم که بعضی از کسایی که ریاکت میرفتن، بعضی از کسایی که کامنت میذاشتن اشتباه متوجه شده بودن خود موسیقی. دیگه اومدم که با آقای تاسمانی روشن سازی کنیم. خوش اومدی مهران جان. سلام. سلام. خودت خیلی داری یه ضرب گرفتی داری میری، من همینجوری وایسادم اینجا نشستم. مهران هم خوش آمد میگوییم. گلیلیلیلی. سلام، بربکس چنل سومی. یه توضیح دادش قراره خورده داستان ترابل میکر اینجا براتون باز کنیم، در موردش حرف بزنیم. و اول از همه می‌خواستم یه تشکر از همتون بکنم به خاطر فیدبک هایی که داشته ترابل میکر. خیلی ممنون بابت همه عشقا و ساپورت هایی که تا الان انجام دادید. دمتون گرم بچه، همینجوری ادامه بدین. کمه ولی خب باز دمتون گرم. آره دقیقاً، ولی همینجوری ادامه بدین، ساپورت ها رو بیشتر کنین، کانال لایک و شیر و کامنت کنین که ما هم انرژی بگیریم که کارا رو ادامه بدیم دیگه. آره دیگه، انرژی بدین کار خفن تری جمع میشه. از کجا شروع کنیم؟ من فکر کنم اول توضیح بدیم یکم از کانسپت ترابل میکر. کلا با سومی صحبت کردیم، واسه یه کار حالا میشه گفت مارکتی گفتیم جمع کنیم، یه کار خفن که هایپ باشه. باز دیگه حالا بیت ما فرستادم و سومی هم رفتش نوشتش و بعد با ترابل میکر آمدش و ایده که خودش فکر کرده بودش و ما گوش دادم خوش آمدش، گفتم خودشه دیگه، همین رو باید بریم. اسم کارم از اونجا در اومد دیگه. آره دقیقاً. آره خلاصه داستان رقمی شد که ترابل میکر از اونجا تصمیم گرفتیم اسم کار رو بذاریم و کانسپتش رو پیش ببریم. بعد خب اولش چیز بود دیگه، خیلی گفتنی خام بودش. دقیقاً. آره فکر کردیم گفتیم که کانسپتی داشته باشه، حالا هم برای ویدیوش نمی‌خواستیم یک ویدیویی فقط بگیریم که آقا مثلا 4 تا سن رفته باشیم، شاید گرفته باشیم و به قول گفتنی بدیم بالا. گفتیم یک سناریویی هم بذاریم پشتش قشنگ‌تر بشه. خب کاری که معمولا هر کسی فکر می‌کنه داخل مارکت نمی‌کنه هستن، ولی خب تا جایی که من دیدم و می‌بینم فقط میان مثلا حالا یک ویدیویی میگیرن و هیچ کانسپت خاصی پشت ویدیو نیست. حالا لزومی هم نداره حتما مثلا این رقمی باشه، ولی خب باحال‌تره مثلا فکر می‌کنم برای خود ما حداقل جذاب‌تره که یک ایده پشتش بندازیم، یک سناریویی داشته باشه، کار جذاب‌تر میشه فکر می‌کنم. اصلا کلا ترابل میکر وقتی ما داشتم مثلا بهش فکر می‌کردم که بنویسیم مثلا کلا پیش ببریمش پروژه‌ش، اینجوری بودش که دوست داشتم یه چیز خفن باشه، مثلا یه چیزی که خلاف توش باشه. میدونی چی میگم؟ چون از همون اولش شروع کردم نوشتن و اینا کلا چیزایی دارم میگم که اصلا من شاید خیلی فکر کنی که من خودم مثلا اون کارا رو انجام دادم و در حالی که اصلا انجام ندادم، یعنی هیچ ویو یا هیچ نظری راجبش ندارم، ولی همینجوری دارم میگم چون نکته خوبی رو اشاره اضافه کنم که آدم به عنوان یک آرتیست همیشه خب مثل یک بازیگر میمونه. مثلا تو میتونی داخل هر موزیکی در هر نقشی باشی، مثلا حتما نباید کار انجام داده باشی یا او لایف استایل داشته باشی، بیشتر مثلا یک حالت کاراکتر یا مثلا داخل یک فیلمی یک همچین نقشی رو بازی میکنه. دقیقاً. دیگه همینجوری نوشتیم و که دیگه ترابل میکر شد. آره ترابل میکر شد. یک ایده آره دستر ما اومدش برای ویدیوش. گفتم خب حالا سناریو داشته باشه و یه چیزی که جذاب‌تر بشه. نمیدونم حالا کیا فیلم گریسلدا رو دیدن یا حالا در مورد گریسلدا میدونن یا نه. خلاص ایده رو گفتم نسومی و گفتیم میای همچین حرکتی بزنیم، مثلا حالا کلا در مورد خلاف و نمیدونم حالا گنگ منگ و این چیزا هستش. یه چیز بگم. آره بگو. گریسلدا که مهران الان اسمش آورد بهش میگن گریسلدا بلانکو. گریسلدا بلانکو که این خانم یه خانم مافیایی بود، یعنی اولین خانم مافیایی بود بعد از الکاپو یا الچاپو. قبل از اسکوبار اصلا چیز بوده، یعنی از توی مدلین آره شروع کرده. خانواده‌اش نمیدونم داستانش حالا کامل یادم نمیاد، ولی خب از یک خانواده چیز بزرگ شده و یک خلافکار، اولین خلافکار کله‌گنده زنا بوده دیگه که خیلی معروفه. مثلا گریسلدا بلانکو رو همه میشناسن که این کوکائین خلاف میکرد. آره دیگه دیلر بوده، مثلا قاچاق کوکائین از کلمبیا به کشورهای دیگه، میامی یا این طرفا. داستانش حالا میتونید یک سریال هم داخل نتفلیکس هستش که تقریبا اومدن مثلا زندگی نامش سریال کردن، میتونید دوست داشتین برین ببینین یا که مثلا برین بیشتر در موردش سرچ کنین و ببینین کی بوده و چی بوده. به هر حال آره دیگه ما اومدیم گفتیم هم شرکتی بزنیم
جالب میشه. بعد مثلا نقش گریسلدا رو مثلا بازی کنن، به خاطر همون داخل چیز ویدیو یک قسمتیش هستش که دیالوگ داره و حالا مثلا بین موزیک میاد، اگه خودتون دیدین دیگه که خیلیام حالا به قول گفتنش میشه انتقاد کردن یا که مثلا خوششون نیومد، ولی خب داستان داشت، همه چیزا مثلا داستان داشتش. این رقمی نبوده که ما فقط همینجوری کارو انجام داده باشیم. خیلی نفهمیدن اصلا، خیلی اصلا کانسپت موزیک نگرفتن به نظر من. حالا چی بچه‌ای که ریاکشن رفتن، چی حالا کسایی که مثلا گوش دادن رو از روی کامنت ها، ما احساس میکنم شاید 90% اصلا کانسپت کارو نگرفتن، فقط کارشون فکر کنم اینقدر هایپ بودش مثلا ویدیو چیز بودش فقط گوش دادن و رفتن. مثلا یک طرف دیگه یک دلیل دیگه شون فکر کنم که عادت کردن، چون اینقدر موزیک ویدیو اینجوری بوده کسی کانسپت نداشته و مثلا خیلی اومدن یک ویدیوی نمایشی گرفتن انداختن بالا، همه عادت کردن فکر مثلا یه هم چیزیه، ولی پشتش یک داستانی بوده دیگه. حالا میخوای خودت در مورد قسمت مثلا دیالوگ و اینا بیشتر صحبت کنی؟ آره گفتی 90% کلا کسی نفهمیده بود داستان ویدیو رو. مثلا از اون همه کامنت که توی یوتیوب خورد و توی اینستاگرام، فقط یه دونه کامنت ما دیدم که اومده بود نوشته بود Godmother که توی همون گریسلدا سریال گریسلدا بلانکو بهش میگن Godmother. فکر کنم فقط همون بنده خدا بود دیده بوده، شاید دیده بود که فهمیده بود. ولی خب حالا برگردیم به دیالوگ که من داشتم. اون دیالوگ اینجوریه که مثلا من با دخترها کلا با گنگمون بلند شدیم رفتیم میخوایم دیل کنیم با یه بنده خدایی که اون خودشم کوکائین مثلا دیلره، دقیقاً کلا موازن چیزه دیلره دیگه، موازن خلافکار، خودش دیلره، خلافکار دقیقاً خلافکاره و میرم با اون دیل یه دری حد نمیدونه دقیقاً با یه خلافکار میرم دیل کنم. بعد اینجوری میشه که ولی این ایده دزدیده شدن پولا و خفت کردن رو اینو خودمون داشتیم، این از هیچ جایی مثلا الهام گرفته نشده از سریال مثلا گریسلدا بلانکو نبوده، فقط اون بخش دیالوگ و اینکه دارم کوکائین میفروشم خلافکارم اونجاشه که مثلا فقط قسمت دیالوگ، ولی جزئیات گوشه کنارش حالا چی داخل ویدیو، کل ویدیو چی داخل اون قسمتی که مثلا حالت یک سن سریال یا فیلمی رو داره، فقط دیالوگش از اون فیلم بوده، بقیه‌اش مثلا چیزایی بوده که ما خودمون مثلا اومدیم اد کردیم که یه خورده جزئیات به داستان رو پیش ببریم، مثلا مسیر چیزه و حالا داستان سناریو رو پیش ببریم دیگه. آره دیگه میریم اونجا با این دیلر ما دارم صحبت میکنم. خیلی اومدن گفتن که طرف میخواد مثلا پول بده به اون پسره که آدم بکشه. یکی اومد گفت یکی اومد بنده خدا خلافکاره رو گفت این فکر کنم 20 این 20 قیمت اون کوکائینه بود که من در آخر گفتم این آخرین پیشنهاد منه برای اینکه کوکائین از من بخره، بخاطر همین گفتم 20. ولی بنده خدایی که ریاک رفته بود میگفت فکر کنم این پسر 20 نه گناهش نیست، شاید مثلا ندانه، ولی خب اینا رو بیشتر میگیم به خاطر که ببینیم چقدر سطح چیز پایینه. مثلا یک همچین کارهایی به نظرم نیازه که آدم بکنه که یه خورده مردم فکر کنن و 4 تا چشم گوش باشه و سطح بیای بالاتر بینش میگم. بعد یک نکته جالب دیگه هم در مورد چیز بودش، این داستان زیرنویسه. خیلی کامنت های مثلا چیزی داشتم که آقا مثلا زبان مادری رو نمیدونم زیرنویس میخواد فلان چیکار اینجوری اونجوری. بابا یه خورده مثلا فکر کنین، حالا ما اومدیم فکر کنیم برای شما راحت‌ترش کنیم. شاید یکی مثلا آره شاید یکی مثلا آقا نفهمه، تو میفهمی، ولی شاید یکی مثلا همون زبان مادری خود موقع خواندن خب فرق میکنه، یه خورده چیزه شاید نفهمه، بیا تکست داشته باشه. مختلفی اومده که الان فقط طرف مامبل میخونه. خب مامبل میخونه، تو فقط قراره با صداش حال کنی، با اون ملودی حال کنی. اصلا سبکای مختلفی داره میاد توی مارکت و فکر می‌کنم جاج نکردن خیلی بهتره. ولی خب کلا فضای مجازی همینجوری همه جاج میکنن. آره هستش دیگه. حالا قبل از اینکه مثلا شروع کنه یک چیزی صحبت کردن یا حالا نوشتن تایپ کردن، قبلش خودت یک 2 ثانیه پیش خودت فکر کن به چیزی که داری میگی مثلا درسته، اصلا عقلانی جور در میاد. مثلا 60% موزیک فکر می‌کنم انگلیسی بودش دیگه، کجایش زبان مادری بودش. اصلا خیلی بودن آماده نوشته یارو نوشته مثلا انگلیسی بود یا سوئدی بود یا فلان. فکر کنم مثلا دری حد همه قرار نیستش مثلا هم باشن، همه مثلا فول نیستن که مثلا یکی میگه خب تو بلدی دمت گرم میول، شاید 4 تا دیگه نداره. آره خب حالا من برگردم به اینکه توی دیالوگ چی داره گفته میشه. اینجا کلا فارسیشو براتون بگم. این است که خلافکار میاد میگه که مثلا تو خانم رئیس هستی دیگه، مگه نه؟ بعد میگه که خب برام چی آوردی، چی داری؟ و خب من میگم که a kilo of what you liked، 1 کیلو از همون چیزی که دوست داری، $25,000 $25,000 قیمتش. و خب میگه fuck off، like یعنی برو جهنم،
من 18 تا میدم، خفه شو، کلا من 18 تا دارم میدم به بقیه، چرا باید بهتون مثلا 25 تا بدم؟ و خب من میگم که yeah but for that shit you only cut once, mine you can cut 2 to 3 times. بچه من اینجا خیلی گیر کردم تو پشت صحنه، میگم 2 to 3 times and it's better than anything else. چند تا قسمت از اون جایی که گیر کردی رو بذار بچه‌ها ببینن. آره آقای دادی میتونید در من نزدیک‌ترم باشی. Ed. Fuck it. Ed. 4, 3. So you're the boss lady, huh? What you got for me? a kilo of what you liked, $25,000. Fuck off. I'll pay you 18 now. Yeah, but for that shit, you only cut once. Mine, you can cut 2 to 3. لنگوتی دیرکت. آره خلاصه من که اینو میگم، مثلا میگم آره خب اون چیزایی که تو داری میخری دوش داری پول میدی اونا مثلا بوشیتن، یعنی چیز چرت و پرتن. مثلا تو باهاش قراره یه دونه لاین بزنی ولی من خلافکار نیستم تو یکم بگو. نه خب میگن من فارسیش نمیدونم چجوری بگم، لاین میکنن دیگه کوکائینا. آره دیگه خب یه همچین چیزی منظورش باز از یه طرف ساده شده که مثلا جنسی که تو میزنی مثلا اونقدر خفن نیست، شاید مثلا از جنس من یه لاین بزنی برسی به اونجا که میخوای، جنس بقیه تو 3 لاین بزنی تازه برسی مثلا به این لول، یعنی همچین چیزی داره. مثلا نه میگه از مال من تو 3 لاین بزنی کلا رفتی اونور. اوکی رفتی فضا. من خلاصه که آقا جنس من بهتره. آره بعد خب این برمیگرده به من میگه که بالکس یعنی همون بولشیت زیر نزن، من همون 19 تا میدم تهش. بعد خب من یکم فکر میکنم بعد میگم 20 that's my final offer، یعنی 20,000 تا دیگه این تهشه، من بیشتر از این نمیتونم بیام پایین. بعد خب میگه برو دیگه خدافظ. بعد همین دیگه خلاصه اونجا دیلمون تموم میشه و این آدماش آلردی خفت شدن و ما پولا رو زدیم، چون در اول ویدیو دیدیم که دخترها اومدن پایین و اول رفتن آدماشو خفت کردن و چمدون موساکو گرفتن و فرار کردیم دیگه. بعد اونجا بود که خود طرف اصلا خبر نداشته که مثلا اون همکاراش یا رفیقاش هم دستاش خفت شدن و اینا. به هر حال یعنی کلا حالا چه معامله صورت گرفت نگرفت پول رو زدن بچه‌ها. بعد کلا این دیالوگ از سریال همین گریسلدا بلانکو گرفته شده، تمام حرفاش، حالا به جز یه سری از چیزای جزئیات کوچیک که عوض شد توش، ولی خب دیالوگ من کاملا از سریال گرفته شده. حالا باز من یه تیکه از سریالو یا یه تیکه از اون سینو میذارم براتون ببینین دیگه، من که نمیبینم ببینین. آره اون پسر 20 نبود، اون داداشم بود بنده خدا. اسمش محمد، صاحب کانال وای آرکید. بعد بچه‌ها مثلا توی دیسکریپشن همه اطلاعات نوشته شده که مثلا پرودوسر کی بوده، مثلا که کامرامن کی بوده. وقتی میگیم پروداکشن یعنی همون کسی که حالا کامرامنی کرده یا مثلا کلا تهیه کرده آره ویدیو، حالا داستان فیلم برداری و نمیدونم حالا سناریو و نمیدونم جزئیاتی که مثلا هستش کلا مثلا با خود من بوده. حالا باز بچه‌ها هم فکری داشتیم یه جایی مثلا نظر دادیم میده دادیم عوض کردیم، ولی خب فقط ادیت بوده که با کار سید کیوان بوده، بچه میلکی همیشون گرم واقعا هم آره خفن تمیز در آورده بود. ولی آره کلا کار ویدیو از سناریو و فیلم برداری و حالا کلا با خود ما بوده و علاوه حالا پروداکشن موزیک و کلا آره موزیکو که بچه بیزو که تاسمانی خودش معمولا پرودوس میکنه. آره امیدوارم بدونه. آره پرودوس کرده و کامرامن هم خودش بود، یعنی خودش فیلم گرفت. حالا باز من از پشت صحنه اگه چیزایی که داشتم و بذارم کافی باشه میبینیم که چقدر واقعا مهران من خدا زحمت کشید. یعنی من اونجایی که رفته بودیم دیل کنیم خیلی هوا سرد بود، داشتیم همه یخ میزدیم، حالا همه داشتن سعی میکردن خودشون رو گرم کنن ولی مهران کفشاشو در آورده بود، کاپشنش رو در آورده بود، به خاطر اینکه فقط صدا میومد وقتی مثلا کاپشن رو می‌خواد خشخش می‌کرد. سعی می‌کردیم که اون صدا رو کم کنیم، یا صدای کفشم راه میرفتم صداش میاد، ما نمی‌خواستیم اونا باشه. ولی خب آره فقط به خاطر که مثلا کار تمیز در بیاد دیگه. همه بچه‌ها زحمت کشیدن، یعنی تنها هم نبودم. حالا فکر می‌کنم بدتر از اون سن اون قسمت چیز بودش، پارکینگ که رفته بودیم اصلا باد میومد. یا فاک اونجا خیلی سرد بود، اصلا افتضاح بود اونجا خیلی. ولی خب باحال بودش.
آره واقعا فکر می‌کنم همه به اندازه خودشون فداکاری کردن. دخترها که اصلا لباساشون رو دیدین دیگه چه جوری بود، نصفش مثلا باز بود اصلا. آره داخل ویدیو شاید معلوم نشه ولی همه داشتن یخ می‌زدن، همه چی، حالا اونایی که جلوی دوربین بودن چه اونایی که پشت دوربین بودن. کسایی که پشت دوربین بودن واقعا بچه، یعنی واقعا من یه اسپشیال تانکس نیاز دارم به همه بچه‌ها بدم. حالا نمیدونم باید اسم ببرم یا نه، ولی خب بچه‌ها تعدادشون زیاد بود. آره میدونن که اصلا همه دمشون واقعا آره دمشون واقعا گرم. در مورد ریاکشن کارا همونطور که اول چیز گفتم، همونطور که اوله نخند بچه به جزئیات دقت کنید. آره جزئیات زیاد دقت نکردن، فقط گوش دادن. حالا بودن تک و توک ولی بیشتری ها مثلا همجوری آقا وایب گرفتن، حالا باز از یک نگاه دیگه فکر می‌کنم بیشتر غرق موزیک شدن. ولی خب به عنوان یک ریاکشن کار فکر می‌کنم باحال‌تر و جالب‌تر میشه که مثلا تو یک نکته‌هایی یا که مثلا جاهایی رو گوش بدی یا چی ببینی که هر کس آدمی آدم عادی مثلا شاید توجه نکنه. ولی خب بازم اوکیه، دمشون گرم. ولی خب میگم دیگه نفهمیدن خیلی، مثلا فقط گوش دادن و مثلا چیز کردن ولی کانسپت کلی موزیک نفهمیدن، یا مثلا خیلی جا حالا مثلا بعضیا یک نظر مثلا شخصی داشتن و حالا سلیقه‌ای و فلان اینا. مثلا فکر کنم 100% مثلا، یا حالا 100% هم نه دیگه، 80% مثلا کار دقت نمی‌کنن، مثلا در یک 20% یا 10% میچسبه که اصلا هیچ فکر می‌کنم چیز مهمی نباشه، یعنی خیلی سلیقه‌ایه. مثلا آقا اگه یکی دوست داره مثلا میگفت کاش فلان جایش فلان جور می بود، اوکی شاید مثلا از نگاه و دید تو اون رقمی باشه تو دوست داشته باشی، ولی در حالی که مثلا نمیگم بعدا قشنگم میشد، ولی مثلا تو دایش مثلا فکر کن که ما چرا او کارا نکردیم یا چرا مثلا او رقمی نبوده. چون اگه فکر می‌کنم کانسپت موزیک کامل کسی متوجه میشد او حرف نمیزد که مثلا آقا مثلا اینجا شاه رقمی بود. من فکر می‌کنم خودم یعنی روک و چیز خیلی راحت میگم موزیک 10 از 10 بودش، ویدیو همه چی هیچ چیزی کم نداشتش. حالا اگه چیزی اون بوده سلیقه‌ای بوده، سلیقه کسی شاید نبوده، ولی خب از نگاه چیزی بخوای نگاه کنی اونایی که خودشون کار میکنن و تو داخل داستان موزیک هستن اینا خودشون میدونن کار 10 از 10 بودش، اصلا هیچ کم نداشت. آره یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم بود که ما سعی کردیم مثلا کل کانسپت و کل سناریو رو سمت این سریال گریسلدا نگه داریم و وایب همون جوری نگه داریم، چون گریسلدا یه زنی بودش که واقعا خیلی سر و سنگین بود، خیلی سیاست داشت. خب اصلا نمیشد با گریسلدا درن به درن شد، قرتی نبود، میدونیم چی میگم. بعد خب بعضی جا مثلا من یه سری کارا رو انجام نداده بودم که یه سری توقع داشتن، حالا اسم نمیبرم، ولی خب مثلا اومده بودن گفته بودن اینجا باید مثلا سومی باید میرقصید با دختراش و فلان بسان، اینور باید مثلا الگانت تر بود. آقا خب موزیک کلا الگانت بود، واقعا کلاسی و الگانت بود، همه جاش بیشتر جاش الگانت بود دیگه، چقدر الگانت باشه. و خب من اگه می‌خواستم برقصم دیگه الگانت نبود، میدونی چی میگم، اون موقع دیگه قرتی میشد. بعد خب همونطوری که مهران الان گفتش قبل از اینکه مثلا بخوایم نظریه مثلا چیزی بدیم، نظر دادن اس فاین اوکی، من اصلا با این هیچ مشکلی ندارم، شما میتونید هر چقدر بخواید نظر و انتقاد داشته باشید، ولی دارم میگم قبل از اینکه هر حرفی زده بشه فکر می‌کنم باید مثلا یه 2 دقیقه فکر کنی که مثلا شاید خب نظر خودشون اینجوری بوده، سناریویی که چیدن شاید حالا باز یه چیز دیگه داشته باشه که از سمت مخاطب یا حالا کسایی که مثل مخاطبا اوکی مثلا میگیم اوکی اگه ولی کسی که خودش این کارایه مثلا حرفه‌ای یا فلان، بعضی حرفا از طرف بعضی خورده مثلا دور از ذهنه، مثلا با تجربه و مثلا حالا با اینکه خودش داخل داستان موزیک هستش میدونه مثلا یه سری حرفا میزنه مثلا دور از انتظاره. حالا بازم اوکی انتقاد کلا خوبه، مثلا انتقاد درست باشه تازه ما برای دفعه بعدی و کارا مثلا نمی‌کنیم یا داش فکر می‌کنیم، ولی خب انتقاد درستی هم نبودش واقعا. تو اصلا فکر می‌کنم چیزی نبود که کسی خود انتقاد کنه. آره نبودش واقعا. نه میفهمم، نه کلا دارم فلش بک میزنم که کیا چی گفتم، بخاطر خندم میگیره واقعا. ولی خب اوکیه نداره، باز خب هر کی نظری داره، حالا ما زیاد چیز نمی‌کنیم ولی کلا واسه ما رو روشن کنیم، باز هیچ نه مشکلی نه چیزیه، خیلی راحت داریم حرفا رو میزنیم دیگه، ما چیزی که نداریم بالا گفتن دیگه. بچه‌ها امیدوارم واقعا از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. یک چیز دیگه هم بگم، یک صحنه دیگه هم که فکر کردیم ولی نشد که اگه اون حرکت رو میزدیم اون صحنه میذاشتیم واقعا خیلی نزدیکتر میشد
چیز گریسلا، یعنی اونایی که فیلم دیده و سریال دیده بودن درجا میفهمیدن. اون قسمتی که رو صندلی به سیگار میکشه اینجوری هوا چیز ما او رو می‌خواستیم بریم ولی خب نشد دیگه. او رو میرفتیم واقعا اونجا دیگه من باید سیگاری دستم میگرفتم بعد میگفتیم نه با سیگار هم میشد ولی خب کلا یه خورده تایمینگی و باز چیز خیلی سخت بودش، یعنی برای ما میتونستیم عقب بندازیم ولی خب فکر کردیم ترجیح دادیم که عقب نندازیم به خاطر یک سن همینجوری بریم. مثلا کل فیلمبرداری موزیک ویدیو در 3 روز مختلف، یعنی 3 روز جداگانه گرفته شده. آره مثلا اینجوری یه شاته نبودی یه روزه نبوده چون نمیشد آخه مثلا جاهای مختلف بودش باز. آره خب فکر می‌کنی می‌خوای چیزی در مورد پروژه آینده بگی بچه‌ها بدونن؟ پروژه آینده که بچه‌ها فکر می‌کنم دیگه بدونین که دیگه واقعا از این انرژی که دادین نمیتونم اینجوری بگذارم فقط، ولی خب 100% پروژه بیشتری هستش. فعلا روی یک دانش خیلی فوکوس کردیم، داریم کار میکنیم ولی خب به زودی موزیک ویدیو هم گرفتن شو، به زودی میریم سراغ فیلم برداری. میاد یک کار خفنیه و بعد از اون یک ترک دیگه هستش اون رو حتما منتظر باشین و اصلا یک لول دیگه ایه. دقیقاً آره ولی دیگه در آخرم کلا باز دمتون گرم، انرژی دادین و ساپورت کردین، همینجوری ادامه بدین، انرژی بدین و عشق بدین، تمام انرژی بگین از اون ور آره بتونین جبران کنین براتون. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین، براتون روشن‌تر شده باشه یه سری چیزا دیگه. یادتون نره یوتیوب رو سابسکرایب بکنید، لایک کنید، کامنت و آره دیگه همه این حرفا رو آره برین تو کارش که چرا میخندی؟ راست میگم دیگه بچه ساپورت کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، چه میدونم سوال دیگه هم بودیشه در مورد از این ویدیو، حالا چیزی که واسه آره. کامنت کنین جواب میدیم. آره دیگه فکر میکنم چیزی نمیمونه دیگه. پس آره بچه‌ها من سوشال میدیای تاسمانی رو میذارم داخل دیسکریپشن، حتما فالوش کنین این ور بچه‌ها که یا thank you آره دیگه بچه‌ها خودتون باشین و پیس اوت. خدافظ. Goodbye.